شغلتون؟ کارخونه داریم. تحصیلاتتون؟ من ایران درس نخوندم. کشور؟ کانادا. چه پیشنهاد داریم برای جوونا برن سراغ درس، بیان تو بازار آزاد کار کنن؟ همه چی با درس خوندن و تحصیلات به دست میاد دیگه. بی سواد که نمیتونه به جایی برسه که. پول درسته، شما درس میخونی ارزه خودتو میرسونه که به جای برسی. درس نخونی سواد نداشته باشی که نمیتونی پول در بیاری برادر. هر کسی اینو میگه چرت میگه. یا از قدیم یه چیزی داشته، الان فقط با علم میشه پول در آورد، با مغز میشه پول در آورد. خیلی‌ها میگن که اصلا سراغ دانشگاه نری. هر کی میگه چرت. من خودم شخصا همین صفر بودم با درس خوندن. تو خودم دوستم ایرانی نیستش، یه معمار خیلی خوبه، میاد ایران میره، خیلی هم سرمایه داره. نه، هر کی میگه چرت میگه. من کاری به ماشین ندارم. شما ماشین دیدی مثلا آدم تحصیل کرده نباشه تو دنیا، مگه میشه پیشرفت کنه؟ آدمی تحصیل کرده دنیا رو جلو میبرن دیگه. اونایی که میگن پول باباشونه، کار نکردن، زحمت نکشن. درسته من پدرم کارخونه داره، ولی من کنار پدرم دارم کار میکنم. هیچی هم از صفر شروع کردیم. پدر من آدمی بوده از صفر شروع کرده. الان تحصیل کرده هستن که کارخونه رو دارن میچرخونن. درآمدتون هم میتونید به ما بگید؟ ما 800 میلیون